سلام دوستان، چطور؟ خوش اومدید به ویدیو دیگه. بچه داخل این ویدیو اومدیم برای آموزش آوردن چاقوی دایره‌ای خفن بازی و برو بریم سراغ ویدیو. هیو ویگو. بچه این چاقو دایره‌ای خنجری خفنی دایره‌ای همه چیز داره که خیلی هم دنبالشن ولی پیداش نمی‌کنن. خب بچه شما رو این بخش زرده اینجا میزنید و بعد وارد این بخشه میشه. بذار من چاقو معمولیمو بیارم. شما چاقوت اول این چاقو معمولی شما و حالا چاقو دایره‌ای شما ندارین به هیچ وجه. از اینجا هم نمیتونید چاقو رو از اینجا میتونید چاقو رو بردارید ولی برای شما چاقو اینجا نمیاد. پس ما این چاقو رو کلا میذاریم کنار. ما مثلا این چاقو رو بردارم. این چاقو رو بزنیم من بردارم. خب حالا شما برای اینکه این چاقو رو بیاریم باید این بخش زرده اینجا بزنید که نوشته جنس نمیدونم چجوری باید بخونمش. میزنید روش و بعد میزنید روی این بخش زرده این پایین دوباره که فلش به سمت بالا. حالا نمیدونم میبینیدش یا نه. میزنید روش و اینجا چه چیزایی دارید که هیچ کدومش هم باز نمیشه. باشه این چاقو دایره‌ایه که برای شما قفل مثل همین میزنید روش مثل اینا میبینی ولی این باز نمیشه اصلا. نمیدونم چرا این به هیچ وجه الموسمی باز نمیشه. ببینید موقعی میزنید کلا اینو میاره. بعد میگه باز حدود 36 تا چیز بدی، 36 تا سی پی بدی تا این چاقو خفن رو بهت بده. البته این چاقو سی پی نمیخواد، این چاقو فقط قفله. شما میزنید چند تا دکمه زرد و اوکی و اینجور چیزا براتون میاره و بعد اینجا انتخاب رو میزنید. تمام شد. من الان چاقو رو دارم. این چاقو خفن رو من الان دارم. بذارید الان یه دست میرم بازی میکنم ببینید. میزنید رو چت. نه اینو میخوام. میان اینجا. خب واسه اینا پلی بدن. خب بذار اینا پلی بدن. چند دقیقه منتظر میمونیم پلی بده. من نمیدونم بچه چجوریه. پلی اگه بده خوبه. منو کیک کرد و عیبی نداره بچه. داخل ویدیو دیگه براتون این چاقو رو میارم تا ببینید. تا ویدیو بعدی فعلا بای بای.